واقعا حالم به هم میخوره از این دهن لقی های فردوسی. 30 سال نشستی شعر گفتی، نخود تو دهنت خیس نمیخوره. اسماعیل از تو همون بیت اول تحمیرسی دیوبند کاپ ان تقدیم شما میگه پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ، تیره تن، تیزتاز. نه اوکی، مار داره میگه، داره در مورد مار صحبت میکنه. یه مار بنده خدایی داشته اونجا چون میگه 2 تا چشم داره به جای یه دونه سوراخ. چیزهایی را که ذهن هرزت پنداشته توی شاهنامه نباشد، دور تو انباشته. توی ذهنت بود چون دورت پر است از مارها، خاک عالم بر سر فنهای این بیمارها. مشکل از ما بود هر کس را که فحشی داد را دیده و نادیده رد کردیم استعداد را. ماریا خرسندها، پردیس جان ثابتی یا کسانی توی ورزش مثل زهرا نعمتی. دختر نافهم شاهنامه نبود امروز روز، با زبان تازیان زر می‌زدی دخت عجوز. آی مردم راه این حمال را سدش کنید، این پلشت دلقک بیریشه را ردش کنید. از همینجا در همین لحظه به این صوت رسا کاپ‌های ان تماماً باد تقدیم شما.